خب بریم برای خورد کردن کامل شقه گوسفندی. ببینیم شامل چه قسمت هایی میشه. ببینیم زردفر روی گلبه‌گاه همیشه میگیریم، به عنوان ضایعات میره کنار. خوبی ندید راستشو یه بند میذاریم رو میمونه به این شکل. میایم هرچی چربی پشت راست است رو میندازیم رو گلبه‌گاه به این شکل. این میشه راسته کامل. البته این سمت راستشه، این میره به کنار. از پایین 8 دنده میشمریم. این میشه یه سردست کامل. اینو میذاریم به کنار. دوباره دوست عزیز اینجا رو بگیر. رونه رو برمیگردونیم. هرچی چربی اضافی است، البته یه قدم اینجاست که اونم میگیریم، هرچی چربی اضافه است میکشونیم میاریم پایین به این شکل تا این سرخی گلبه‌گاه. بعد از اینجا میبریم. این میشه یه گلبه‌گاه کامل با دنده و اینم میشه یه رونه کامل. حالا اگر خواستین بخواین که قسمت‌های مختلف شقه برای چه غذاهای خوبه، میتونید تو کامنت ها به ما بگید.